بسم الله الرحمن الرحیم. ما کلاس ها را خوانده بودیم، درست؟ ما دیدیم که چطور ما میتونیم در یک پکیج که است ما یک کلاس نو بسازیم، نیو بارز نیو اینمی جاوا کلاس. این میره که ما میسازیم این یک کلاس غیر گرافیکی است، درست؟ مثلا برش میگم که به نام گود باش، این یک کلاس است. این میره ما میگم فینیش، این یک کلاس ساخته شد، لیکن این مین متد نداره. چرا که در داخل یک پکیج باید یک کلاس مین فانکشن باید داشته باشه، درست است؟ خب حالا ببینید با خاطر این کلاس که ما در اکسس میکردیم چرا میسازیم برای زو؟ آبجکت میسازیم. آبجکت کلاس اینمی گود دات جاوا، درست است؟ چطور ساخته میشه؟ نام کلاس بارزو object name and new good. اینمی چیست؟ نه اینمی را که ما آخر نشته کردیم ای چی است؟ آفرینی کنسترکتر کلاسی گود کلاس است، درست؟ خب باز چی میکردیم؟ از طریق دات جی دات امی آبجکت از طریق امی جی دات یعنی آبجکت کلاس گود و دات اپراتور ما تمام ممبرهای اگر در داخل زی باشن برو ما چی میکردیم؟ اکسس میکردیم. تا مثلا میشته میکردم واید شو اینمی متد بود، اینمی را ما کال میکردیم، درست است؟ اینمی چیزا را شما آله انشالله میفهمین خودتان. This is a new class. صحیح؟ آله جی دات یعنی متد به نام شورا کال میکنیم، خلاص درست است؟ وقتی که نمی فایل رن میکنیم برای ما نتیجه زورا برای ما نشان میده. That's it. آله ما که در درس آخری یک چیز انتخاب کرده بودیم، یک موضوع را به نام سکول، صحیح است؟ یا به نام یونیورسیتی یا به نام شاپ یا به نام هاسپیتال، هر چیز که باشه. حالا به وقتی که شما پروژه را میسازین به شکل گرافیکی باید کار کنین. یک اپلیکیشن واقعی را که به وجود میارین باید به شکل گرافیکی کار کنین، یعنی کلاس های گرافیکی را باید به وجود بیارین. یعنی کلاس ها کار نمیشه. خب در اینجا شما میتونین به طور مثال ما میگیم گرافیک چطور از طریق کد خود ما بسازیم به وجود بیاریم. یا خود کلاس گرافیک است که شما انزرت میکنین از طریق کد هم میتونین شما، درست؟ حالا ببینید با خاطر از اینکه به شکل گرافیکی ما یک چیز بسازیم من از کلاس جی فریم استفاده میکنیم. جی فریم jf is equal to new جی فریم جی است نه جی باید باشه. جی فریم چی میگه که not findable symbol class جی فریم. اینه میره ما نشناختم. بالای زو کلیک کنین اینم یک کلاس است جی فریم به نام جی فریم، یک کلاس است که به خاطر کارهای چی استفاده میشه؟ گرافیکی استفاده میشه، خودش یک کلاس است. بالای زو کلیک کنین alt انتر کنین چی میگه add import for javax.string.jframe. اینمی کلاس که از طریق از او یک گرافیک به وجود میارین اینی باید امپورت شود. این از کجا آمده این کلاس؟ صحیح است؟ این باید چی شود؟ امپورت شود. بالای زو رایت کلیک کنین alt انتر اینمی را کلیک کنین خودتان اینجا میبینین آله که یک چیز اضافه شد import javax.string.jframe. این خودش string که است یک شیوه یک روش است که از این طریق ما میتونیم کارهای گرافیکی را انجام بدیم، درست است؟ داخل string با دات کدام کلاس است؟ جی فریم است. این داخل string صرف کلاس جی فریم نیست، بسیار زیاد کلاس های به خاطر که گرافیک استفاده میشن در اینجا موجود است، درست؟ اگر باز میگین که نه خیر ما خود ما چطور اضافه کنیم خودتان نشته کنین import javax.string دات ببین تمام کلاس ها هستن با نام جی چندین کلاس ها هستن، جی لیبل، جی بتن، جی چک باکس. چرا میخواستیم که نشان داده شد؟ صحیح است؟ جی فریم برش میگم اینمی جی فریم کلاس است. بخوانی چی میگه public class جی فریم extends frame implements windows constants accessible root pan container transfer handler and so on. An extended version of java.awt.frame that adds support for the JFC. ببینین خود string که است اینا شما میتونید مجموعه چی است؟ در اصل لایبرری است
یا API برش گفته میتونین. سیستا که داخل از او کلاس ها موجود هستند، بلتن کلاس های، با خاطر کارهای گرافیک از او استفاده میشه. اینمی ایمپورت شد. آل جی فریم کلاس میشناسه. ما برای جی فریم یک آبجکت به نام جی اف ساختیم. هر چیز بوده میتونه آل بین نمیجا. ما میگیم یک شکل گرافیکی را، یک ویزرد، یک ویندوی گرافیکی را برای ما نشان داده شود. نوشته میکنم جی اف داد آل داخل از طریق آبجکت جی اف ما چندین متدهای کلاس جی فریم کال کرده میتونیم. چی میخواستیم که بیاید اینجا؟ ما میگیم که برای ما خود این ویندو را اول نشان بده. درست است؟ وقتی که رن میشه یک گرافیک ویندوز برای ما نشان بده. اگر اینا باشه ببینید رن کنین نمی هیچ چیز براتون نشان نمیده. چی که شما نگفتین جی فریم باید چی شود؟ از طریق جی فریم، اینمی جی فریم یعنی ویندو گرافیک از طریق آبجکت کلاس جی فریم ما او را باید نشان بدیم. نشته میکنم جی اف دات اینمی تمام چی هستن؟ متد ها هستند. ما متد به نام set visible کدام متد کال میکنم داخل کلاس جی فریم از طریق جی اف آبجکت و دات اپراتور set visible به معنای ازی که نشان داده شود یا خیر، یعنی نشان دادن ازی با کدام شکل باشه، یعنی jf.set visible. و ببینید خود متد set visible کدام نوع پارامتر از ما میگیره. set visible درست است. بالا ببینید public void set visible boolean b یک پارامتر است، یک وریبل پلیس هولدر است که از ما ترو یا فالز میگیره. درست است. و چیزا برگشت نمیده چرا که public void است. میگه shows or hides this window depending on the value of parameter b. میگه پارامتر b که است اینمی پارامتر اینی بولیان b ده شما دو قیمت ها اضافه کرده میتونین true یا false. اگر true باشه به این معنی اینمی jf object کلاس j frame که است از طریق jf دات اپراتور از طریق متد set visible اینمی j frame برای ما نشان داده شود، یعنی true باشه باید یا true یا false میگیرم. false یا true اینمی true شد. درست است. حالا ببینید رن کنیم. رن فایل اینمی یک چیزی براتون نشان میبینید شما. اینمی یک ویندوی بسیار کوچک ساخته شده اینجا. یه ما خود ما باید بزرگ بسازیم. از طریق کد اینمی ما به وجود آوردیم. درست است. آره درباره از این دیگر کد هم شما باید انجام بدین و تا مثلا برش میگم که باز jf.set باید چی باشه؟ set size height و width انتخاب کنین. height و width دا width نشته کنین و تا مثلا برش میگم ارزی از درست است. برش میگم 300 پیکسل است خواه و بجای height هم چی نشته میکنم like 400. چی میگه خواه؟ میگه سمیکالون باید چی باشد اینجا؟ ست سایز که درست اینمی مانده خواه اینجا. ایره باید چی کنیم؟ ایره باید اینمی قوس ختم کنیم به شکل. دو پارامتر دو قیمت ها را میگه. هر چیز نوشته کرده میتونیم. باز از طریق آبجکت کلاس جی فریم ما از طریق جی اف و دات اپراتور ست سایز ها چی کردیم؟ متد کال کردیم و برش دو پارامتر را آن کردیم. اینمی را ما میگم رن فایل. اینمی سایز شد. از طریق کد هم میتونید شما را اجرا کنید. مشکل نیست. خودتان از طریق کد کارهای گرافیکی را موجود بیارید. درست؟ خود اینمی هم پارامتر داره. یک پارامتر بر از او روان کرده میتونید شما. تا مثلا برش میگم اینمی پارامتر ازی شده. داخل از او کنسترکتر است. می کنسترکتر کال کنیم قیمت هم برش رایی کرده میتونیم. و تا مثال اینمی گرافیک که باز میشه یک عنوان داشته باشه. درست است؟ برش میگم که my first application run file. ببینین چی گرفته؟ my first application. یه سری که چی اینمی نام برش دادیم، اینمی string برش روان کردیم از طریق کنسترکتر خود کلاس جی فریم. کنسترکتر است و کنسترکتر کدام زمان
ما را اینیشیالایز میکنیم کال میکنیم وقتی که آبجکت میسازیم. نمی کنسترکتر خود ما که ساخته بودیم و این کنسترکتر دیفالت کنسترکتر است. صحیح است؟ پری دیفایند است. اینا ما صرف قیمت روان کردیم برای زو خلاص. یعنی هدف این کار ما چی بود که به شکل گرافیکی هم میتونید شما از طریق کد یک کلاس یک ویندوی کارهای گرافیکی را انجام بدین شما. که بسیار مشکل است از طریق کد اگر ما را اجرا کنیم. میتونین هر چیز موجود است، خب بسیار مشکل است. درست است؟ ما چی کنیم که از این خلاصی پیدا کنیم؟ یعنی از طریق کد تمام کارها را اجرا نکنیم. به شکل گرافیکی از طریق خود پری دیفایند کلاس ها که هستن ما بسازیم. کلاس گرافیکی را چطور بسازیم؟ اینمی پکیج خود چی شده؟ امپورت شده. نه این حال ما کار نداریم. اینمی را ما چی میکنم؟ ختم میکنم. یاد داشته باشین وقتی که شما میگین import java x.swing اینمی چیزا میگین دات در اینجا دو نوع کلاس ها را امپورت کرده میتونی شما. دو نوع با دو طریق. یک وایلد امپورتینگ است، وایلد کارت که میگه یعنی به ایمانه وایلد به ایمانه تمام کلاس ها داخل سوینگ چه شده؟ در گرافیکی کارو لپاره یو لایبرری ده یا اپی آی ده په دې کې کلاسونو مجموعه ده چې د گرافیکی کارونو لپاره استعمالی. حالا ما برش گفتم داخل سوینگ تمام کلاس ها را امپورت کو. در اینجا استفاده میکنین نمیکنین تمام کلاس ها باید چی شوه؟ امپورت شوه. یک سپسیفیک امپورتینگ است. سپسیفیک مشخص یک بعضی کلاس ها را. تا مثال یک کلاس ها نیاز دارین یک کلاس امپورت کنین. تمام کلاس ها امپورت نکنین. اگر شما تمام کلاس ها امپورت میکنین به این معنی وقتی که پروگرام رن میشه تمام کلاس ها را لود میکنه. نیاز به این است که شما استریک اینمی استریک یا استریسک ساین میگه. این وایلد کارت چی است؟ امپورتینگ است. وایلد کارت امپورتینگ تمام کلاس ها را امپورت میکنه. اگر یک کلاس مشخص میکنید میتونه مشکل نیست. اوس کچې ته زه دغه لیکم نو مطلب زه ګرافیک راوړل غواړم خو د کوډ له لارې نه مخکې چې ما یو ګرافیک هم جوړ کړه زه ورته چې نه زه خپله اتومات شکل باید ما ته څه راکړي گرافیک شکل کې ما ته کلاسونه راکړي. خود یعنی یک گرافیک که باز شد یک کلاس بود. کلاس به نام جی فریم بود. آره پیشتر که ما بالای اینمی پکیج رد کلیک میکردیم و می آمدیم در نیو باز جاوا کلاس. این بار ما جاوا کلاس نه بلکه جی فریم فارم چی میکنیم؟ اضافه میکنیم کلیک میکنیم. جی فریم فارم جی فریم بازم این انترفیسز هستن به شکل گرافیکی کلاس هستن که یک ویندوز به وجود میاره بدون کد. یک گرافیک چیزا جور میکنه برای ما ویندوز میسازه تا که دو ما دیزاین کنیم یک سبب بسازیم فرنت اند بسازیم. از این طریق اگر پیش میرین باید برای هر چیز کد کنید شما برای سایز یا زو هایت ویدت صحیح است set visible true false color تمام چیزا برای کپشن اینمی را کلیک کنین جی فریم آلی برتان چی میگه name and location نام کلاس تان چیست نشته کنیم ما برش میگم مین میتود نیست نام صفحه ماست مین پیج یک نام برش میتود در کدام پروژکت است در هاسپیتال لوکیشن سورس پکیجز پکیج نام پکیج چی است هاسپیتال است در کجا ذخیره میشه کریدیت فایل اینمی پاتش است صحیح است اینمی را ما فینیش میگم فینیش شد. ببینین یک کلاس ساخته شد با نام main page.java لیکن یک کلاس گرافیکی است نه که کلاس یک ساده که باز طریق کد باز یک چیز می ساختیم. ببین در اینجا ببین اینمی کلاس خود ساخت به شکل گرافیکی امرای ازو اینجا ببینین این دو بخش داره خواه یک است دیزاین یک است سورس. دیزاین به ایمارا اینمی چیزی که ساخته برایتان نشان میده به شکل گرافیکی و یکم سورس به چه مانا از طریق کدام کد منبع زور برای ما نشان بده از کدام طریق از کدام کد اینمی را به وجود آورده اینمی را سورس کلیک کنین اینمی تمام کد ها را برایتان نشان میده تمام کد ها صحیح است بعضی ها را ما حالی برایتان تشریح میکنم. ببینید اول پکیج ما چیست هاسپیتال است درست پکیج ما اینمی پکیج شد پروژکت ما هاسپیتال است. داخل پکیج ما کلاس ها را میسازیم لیکن این بار که ما کلاس ساختیم به شکل گرافیکی است main page.java
ببین اینمی جا آمده شکل از رو میبینین تغییر شده مین پیج دات جاوا. این یک کلاس گرافیکی است داخل پکیج هاسپیتال. باز چی میگه پابلیک کلاس مین پیج همون نامی که شما دادین. باز چی میگه extends به هرس برده با میراث ورده. چرا به هرس برده؟ اینمی یک پکیج جاوا x dot string library جاوا x dot string dot jframe به هرس برده. یعنی jframe چی بود پیشتر ما بردم گفتم یک پری دیفاین کلاس است که گرافیک به وجود میاره، لیکن این بار ما نام کلاس خود ما دادیم، لیکن کلاس ما هم اکستند میکنه میگیره به حس میبره شکل گرافیکی را، تمام چیزهای کامپوننت های گرافیکی از کلاس جفریم. ببینید جفریم یک پری دیفاین کلاس است که تمام کارهای گرافیکی انجام داده میتونه به شکل تمام. پیشتر ما اضافه کرده بودیم جفریم کلاسی است به خاطر گرافیک استفاده میشه. صحیح است؟ حالا ما چه کردیم؟ ما برش گفتم یک کلاس است، کلاس ما خود ما ساختیم برای مین پیج، این اکستند کنه به هرس ببره، این میره انهریتنس میگه، به هرس میبره تمام پراپرتی و تمام چیزهای میتود های کلاس جفریم. اینمی که اینمی را مین پیج کلاس اکستند کرد، اینمی جفریم ای آل میتونه کارایی که جفریم اجرا میکنه ای هم اجرا کرده میتونه. کدام کار اجرا میکنه؟ اینه میره برای ما نشان داد گرافیک. انهریتنس میراث ته وای چې یو کلاس د بل کلاس ممبرونو ته لاسرسی ولري یا په هر سویسی په میراث ویسی. انهریتنس بچی معنا ښه انهریتنس ببین د سورس اینمی یک کلاس وقتی که یک کلاس هر کلاس تمام ممبرها یعنی متدها وریبل های کلاس دیگر به حفظ ببره یا دسترسی باید داشته باشه، اینمی رو ما میگیم انهریتنس. و برای کار اجرا کردن یا به وجود آوردن انهریتنس یا هر میراث که میگه اینمی کلمه اکستنس نشته میشه. تمام توانایی که جفریم داره مین پیج هم داره، چرا که مین پیج کلاس ما اکستند کرده به حفظ برده کلاس جفریم. That's it. فکر کنین دو نفر هستند، یک در اداره مدیر است، یک دیگر نفر میره مدیر میگه تمام کارهایی که تو اجرا میکنی اما توانایی تو را اما کارهای تو را ما به دست میگیرم، به دست خود میگیرم. تمام کارهایی که مدیر اجرا میکرد این نفرم میتونه. صحیح است؟ اما یک فکر کنین که نمی کلاس ما که بود مین پیج خود چیزم نبود، کلاس ساده بود لیکن اکستند کرده به حفظ برده. کدام کلاس است؟ جفریم کلاس. جفریم کلاس در کجاست؟ در سوینگ موجود است. جفریم استاد آقاشی مشخصات چی دکاره که مثلا کار شده و وقت ده درست پاره شد. این داست کولای شي ټول کارونه چې دای کوي دیم لاس تر راوړل اکستند دی ځکه صحیح به حفظ برده. و چه میگه پابلیک مین پیج ای چی هستن؟ این میتود های هستن یا ابسترکت میتود ها هستن به شکل اتومات کال میشن تا که تمام بعضی کارهایی که به خاطر گرافیک هستن او را اجرا میکن. انیشیل کامپوننت های زیاد هستن داخل از او. کدام کامپوننت؟ شاید داخل مین پیج شما بتن بسازین، شاید تکست باکس بسازین، شاید ریدی بتن بسازین، دراپ داون منیو را بسازین. چقدر زیاد چیزا هستن. تمام کامپوننت ها به شکل اتومات کال میشن. صحیح است؟ کجا کال میشن؟ ببین اینجا دیزاین ببین اینمی تمام کامپوننت ها هستن. سوینگ کانتینرز، سوینگ کنترلز، سوینگ منیوز، تمام چیزا که اینمی کلیک میکنیم اینمی میارم چی میشن؟ به شکل اتومات کال میشن. وقتی که ما را میسازیم اینمی رو بگیرین، چک باکس ها بگیرین، اینمی رو بگیرین، لایک تکست فیلد ها بگیرین، اینمی تکست پین ها بگیرین، تیبل ها بگیرین، جدول ها بگیرین، اینمی جدول تانش. شما نمیسازین، آیا شما کد میکنین؟ نه خیر، به شکل اتومات کال میشن وقتی که پیک اند دراپ میکنین. انیشیل کامپوننت ها هستن یا درست. اینمی رو ما فعلا دیلیت میکنم، اینمی رو هم دیلیت میکنم و این هم باید ما دیلیت کنیم فعلا. درست است؟ باید سورس میان خاطر از اون میگه انیشیل کامپوننت به شکل اتومات چی میشه؟ کال میشه. میگه this method is called from within the constructor to initialize the form. فرم انیشیلایز میکنه. انیشیلایز به چی مانا؟ بذات چیزها را در اونجا شما اضافه میکنه. صحیح است؟
زیاد چیزا هستن اینجا. اینمی کودا ببینید سپرس وارنینگ که شما گفتین داخل از تمام چیزا ماکسیمم ولیو شارت هایت ویت تمام چیزا به شکل اتومات چی میشن کال میشن. حالا فهمیده شدی چی است اینیشیل کامپوننت؟ تمام کامپوننت های داخل اینمی پرایویت هستن، این شما تغییر دادن نمیتونید. یعنی کامپوننت هایت ویت معلوم هستن، بار اول که شما را پیک اند دراپ میکنین معلوم نباشن تمام قیمت چی قیمت داره چی نام داره تمام چیز. درست است؟ و داخلی چی هستن اینمی کد جنریت میشن یعنی پوت شدن اینجا و شکل اتومات کال میشن. ما با این غرض نداریم. و نمی ببینین این بالا کلیک کنین اینمی چی میگه initial component set default color operation java x dot swing dot windows constants exit on close. چی میشه فارم که بسته میکنین کراس کلیک میکنین بسته میشه. تمام چیز اینجا موجود است. اینجا بیان این چی میگه مین متد است یا نیست؟ این مین پیج دات جاوا هم گرافیک کلاس گرافیکی است، مین متد داره. اگر این داشته باشه گرافیک با وجود آورده نمیتونه. WAT هم چی بود؟ یک API بود که به خاطر کارهای گرافیکی استفاده میشه. در این روزا آل سوینگ زیاد استفاده میشه، جاوا اکس زیاد چیز میشه استفاده میشه. ایونت که ایونت ها را کال میکنه invoke letter new runnable تمام تا به شکل اتومات چی میشن set visible true. یعنی آبجکت ساخته برش new main page dot set visible true. صحیح؟ دا په اتومات شکل سره دا ټول کال کی دلته بعضی کوډونه شته دا ټول ما زیاد نیاز نداریم با اینمی که اینمی را تشریح کنیم. درست است؟ اینمی ترای کچ شما کار میکنیم باز که چی هستن انشاءالله پرکتیکل میبینیم اینمی ها. خب امروز معرفی کلاس های گرافیکی است. خوب است که ما گرافیک با خوبی بشناسیم تا که در آینده با آسانی بتانیم که ما در این کار کنیم. این نمی چیز مهم است که مین پیج کلاس تان اکستند کرده به حزب برده کلاس جی فریم که در کجا ذخیره شده در سوینگ در جاوا اکس دات سوینگ ذخیره شده. درست؟ خب پس بیان دیزاین وقتی که ما نمی کلاس وجود آوردیم آره ببینید خود سوینگ که از کانتینر ها داره. کانتینر به چی مانا؟ کانتین به چی مانا؟ شامل شدن یک بستر هم گفتم یک کانتینر است. ما کانتینرها داریم چی میکنم؟ چیزها را به خود میبرنه انتقال میده. این هم باید چیزها را میتونه که به خود داشته باشه. به طور مثال من میگم که اینجا باید چی باشه؟ سکرول پین باشه. اینجا کلیک کنین داخل سکرول پین یا اینمی پینل یک مجموعه آپشن ها را ما گفتم میتونیم. لیکن کجا هستن آپشن ها؟ ببینید ما براتون میگم کانتینر با چی مانه؟ به خود نگاه میکنم میبرم. درست است؟ اینمی تکست فیلد ما در اینجا اضافه میکنم. ما اینمی بتن هم بتن اینمی بتن است این هم اضافه میکنم. تکست فیلد در اینجا هم اضافه میکنم. دو تکست فیلد هستن اینمی هستن. ای جداست ای جداست ای جداست جدا هستن. درست؟ ما چی میگم برش؟ این خوب نمی بود اگر در یک جا می بودن در یک گروپ می بودن. بخاطر ما چی میکنم؟ پنل استفاده میکنم. کلیک کنین پنل اینمی را اضافه کنین. آل بین نمیجا چک باکس ها را تکست فیلد ها را بسازین. تکست فیلد باز تکست فیلد بالزو بتن اینمی بتن شد اینمی بتن تانست. آل ببینید اینمی یک جا شد. اینمی پن است. اینمی پن است. javax.swing.j پنل ببینید کلاس بعدی ما j پنل است. خودش نمی از کلاس چی گرفته شده؟ از جی پنل گرفته شده. جی فریم، جی پنل، جی تیبل تمام چیزا جی میان. خود داخل کلاس سوینگ هستن. درست است؟ در سورس بیاین نمی تمام چیزا ببینید اینجا براتون نشان میده. ویریبل دیکلریشن دو نات مودیفای اینا مودیفای نکنین چرا که پرایویت هستن. میگه پرایویت جاوا اکس دات سوینگ جی بتن یک بتنه که ما اضافه کردیم در اینجا از کجا آمده؟ از سوینگ آمده. میگه شما از اینجا چی کردین؟ اضافه کردین نمیره. باید چی میگه؟ شما یک جی پنل هم اضافه کردین. جی پنل یک از کجا آمده؟ از javax.swing.j پنل. در سوینگ تمام کلاس های گرافیکی هستن. باید چی میگه؟ یک تکست فیلد جی تکست فیلد به معنای یک تکست باکس است. از کجا آمده؟ از تکست فیلد کلاس تکست فیلد آمده. swing
جه تکست فیلد. باز بهتون میگه پرایوت جاوا اکس دات استرینگ جاوا تکست فیلد و اینمی تکست فیلد 2 هم از اینجا آمد. تمام برای ما نشان داد. فهمیده شد؟ اینمی رو به وجود آورده. اینمی کانتینرها هستند. داخل از او شاید ما منیوها رو داشته باشیم، تیبل ها رو داشته باشیم، اسکرول بار ها رو داشته باشیم، زیاد چیزا بوده میتونه. صحیح است؟ اینمی چی شد؟ کانتینر ما شد. کانتینر هستند. باز سوینگ کنترل ها هستند. کنترل بتن، تکست باکس ها جدا جدا هستند. اینمی لیبل است. لیبل به چی معنا؟ وقتی که شما یک نام اضافه میکنید. اینجا نشته کنین لایک یوزر نیم. اینم یوزر نیم تان است. اینم میره بالا سایز رو کم میکنم به این شکل. یک تکست فیلد میسازم در اینجا یک تکست فیلد تان است به این شکل. اینم درست است. باز یک لیبل بعدی را امیرا کپی پیست میکنم. کپی پیست امیرا بیارین پایین. اینم یوزر نیم بود. اینم میره ما چی میسازیم؟ پاسورد. درست؟ به اینم اینجا کلمات هم میبینید. پریویو دیزاین یک و یا اینمی را رن کنین تا که گرافیک ببینین شما. اینمی را ما رن میگم رن. خب اینجا یک مشکل است. یک تکه که اینمی را ما ببینم. اینمی اینجا بیاین در سورس و رایت کلیک کنین رن فایل کنین. چرا وجود آورده؟ کلاس گرافیکی است که جی فریم است. لیکن جی فریم کی اکستند کرده به حیث برده. کلاس ما چی نام داشت؟ مین پیج داشت. مین پیج اکستند کرده کلاس جی فریم. تو چرا نام کلاس ما مین پیج است نه که جی فریم. لیکن مین پیج ما کلاس ما جی فریم به حیث برده. این اینجا بالا ما بهتون گفته بودم اینمی. ما که نمی کلاس رن میکنم مین پیج. یه خب به حیث میبره جی فریم این یک گرافیک به وجود میاره. درست؟ اینمی گرافیک شد. اینمی جمعه شما در داخل از او نشته کرده میتانیم. اتریت آف آدمین موضوع بین میره ختم موضوع نشته کردیم. این پاسورد هست و چه که خوب پاسورد برای ما نشان هم میده. بسیار خوب نیست؟ خوب است نه؟ هر کس که نشته میکنه اون تو یک سافسویر رو بسازید که شما پاسورد تایپ کنید دیگه نفر ببینم که چی است. آل بندن اینجا پس در دیزاین میں اینمی تکست فیلد شدن بین که میره یک را بحث کنیم. درست؟ خب در وقتی که گرافیک شروع کردین فول یک چیزا ساختن کنکتیویتی رو وجود آوردین تمام چیزا ساخت بازم استفاده میشن. زیاد هستن خواهی که مهمترین هستن تکست ایریا هم است. لیست ها هستن. لیست اینمی لیست هستن. لیست موضوع آیتم های ضرورت اگه داده میتونین اگر شما بین اینجا این هم اکستند شده. خب اینجا هم هستن. خب در پراپرتیز میں the properties items کجاست؟ اینمی معادل است. ما داخل معادل اینمی را کلیک کنین این را تغییر میتین شما. با طور مثال نشته میکنم BSc LLB صحیح است. بایزو با طور مثال MBBS صحیح است. BBA اینمی ها شدن. اینمی را اوکی کنین اوکی این را کلوز کنین. آلی اینمی را ما رن میگم رن فایل. آلی ببینین که چی میشه. اینمی صرف بتان نمی لیست نشان میده خلاص. آیتم ها هستن نمود. یک لیست اوپن لیست است. یک دراپ داون لیست می باشه. کامبو باکس هم برش گفته میشه. درست؟ اینمی را ما بسته میکنم. من اینجا پس دامون گرافیک و اینجا میایم. اینمی لیست ما شد. اینمی لیست بود. کامبو باکس اضافه میکنین. این هم یک لیست هست. بالا رایت کلیک کنین خودتان اینجا در پراپرتیز بیاین و دامون معادل بیاین امیرا کلیک کنین این را تغییر میتین بس خلاص. با کلاس ها هستن مثال 7 8 بخاطر مکتب اگر میسازین 11 and 12 درست. این میرا اوکی کنین
ایره کلوز کنین. حالا پس بین اینجا رن میگم، رن فایل. حالا ببینین اینه لیست تان شد. یعنی ما از طریق کد کدام کار اجرا نمیکنیم نه اینجا. خب برای کد میکنیم که برای ساختن این لیست ما کد نمیکنیم، پیک اند دراپ میکنیم خلاص. این چی هستن؟ کنترل ها هستن. کنترلز یک کانتینر بودن که با خود شاید چند منیو ها را یا چند بتن تکس باکس ها فیلد ها را با خود بگیره یا با خود نگاه کنه یا برای ما نشان بده، لیکن یک کنترل هستن که جدا جدا کارها را اجرا میکنن. درست است؟ اینمی تیبل بسیار مهم است. شما با اینمی تیبل کلیک تیبل ما استفاده میکنیم، زیاد اوقات استفاده میشه. اینمی تیبل تان است، در تغییرات آورده میتونید شما بایندینگ ایونتس کد زیاد چیز هستن، اینمی را ما باز میخوانیم. درست است؟ منیو بار است. منیو اگر خواسته باشین یک منیو رو به وجود بیارین، شما چی میکنین؟ بین اینجا بالای منیو بار کلیک کنین. منیو یا منیو بار. درست است؟ منیو بار که همون بار خود اینمی یک بار است، تا با اینمی جسد تا سر اینمی یک منیو بار است. درست؟ اینمی را کلیک کنین، برین اینجا کلیک، اینمی منیو ساخته میشه اینجا. ولی از شما کلیک کنین اینمی را آله. اگر خواسته باشین داخل فایل، دار مثال در فایل نیو باز یک لیست باز میشه. صحیح؟ منیو لیست باز میشه، آیتم باز میشه. اینمی را بگیرین و داخل اینمی اضافه کنین باز. درست است؟ اینمی که اضافه شد، امی را بیاین، اینمی را ما تغییر میتم. ادیت تکست بین اینجا برش میگم سیو، اینمی سیو شد. حالا بین یک دفعه اینمی را هم ما رن کنیم، رن فایل. حالا بین به طرف اینمی فایل کلیک میکنم، سیو برای ما نشان میده. این منیو آیتم هستن، یک خودش منیو است، سر منیو اینمی نام ها که هستن. منیو بار سر تا سر منیو بار است و داخل از باز منیو آیتم ها هستن. صحیح است؟ آیتم فرعی هغه منیو چې راځي، لکه فایل څه په اړه ده، پرنٹ په اړه ده، سیو از د دې په اړه باندې ده. نو خپل هغه نمونه چې موږ لیکو د داخل کې راځي هم منیو آیتمز دي موږ سره. صحیح ده؟ خب بالا رو ببینید در اینجا میایم در دیزاین زیاد هستن. خواه اینجا منیو آیتم چک باکس ها باید باشن، منیو آیتم رادیو بتن ها باشن، پاپ اپ منیو باشن. پاپ اپ منیو رو میشناسین؟ چی است؟ جدا میاد. درست است؟ منیو جدا میاد، این رو بخیر باز کار میکنیم. درست است؟ خب اینمی رو ما دلیت میکنم، دلیت میشه. آره خود بالای اینمی که چی است؟ اینمی ویندوز. این رو ما چی میگیم؟ یک ویندوی گرافیکی است. اینمی ویندوی گرافیکی است. اگر شما میگین ما رن نمیکنم، خو نتیجه زورا برای ما نشان بده که چطور معلوم میشه. در همینجا شما میتونید اینمی یک علامت چشم میبینین، پریویو دیزاین. این خود اصل رن نشده فایل، صرف به خاطر نتیجه گیری است، چطور معلوم میشه. درست است؟ اگر ما بیایم تکست فیلد ها را بسازیم در اینجا، نمی تکست فیلد ها هستن، نمی تکست فیلد اینمی هستن. یک دفعه شما را کلیک کنین، این کدام یک چیز واقعی نیست، این برای صرف به خاطر نتیجه است که شما را ببینین. اگر رن میکنین باید نمو تا رن کنین شما، رن فایل دا اینجا رن کنین شما. درست است؟ اینمی چیز واقعی است. درست؟ خب این دیزاین عالی. این میره شکل زور دیزاین زورم شما تغییر داده میتونین. درست است؟ تو بسیار رایت کلیک میکنم، اول میام پریویو دیزاین، میدل، نیمبس، CDE، موتیف، ویندوز کلاسیک. ببینین ما اپراتینگ سیستم های مختلف داریم. ویندوز چند نوع داریم، نه؟ مکینتاش داریم، سیستم های IBM داریم، لینکس داریم. اینمی ویندوز که شما شاید در ویندوزی را بسازید، شما میگین که به خاطر کدام اپراتینگ سیستمی را میسازین شما؟ میتل، نیمبس، ویندوز خود ویندوز است. درست؟ یعنی اینمی را که ما ساختم، شما در ویندوز XP استفاده کرده بودین؟ ویندوز 7 اگر ببینید شما منیو گرافیک که باز میشه با یک شکل است. در ویندوز 10 8 که شما باز کنید دیگر چیز است، یک کمی تغییر دارند در شکل. درست است؟ بین اینجا یک بطن هم بسازم، باز ما میبینیم که چطور میشه. یعنی میره شما رن کنین، ببین به این شکل میه، به این شکل آمده.
اگر ما بیایم این میره چی بسازیم پریویو دیزاین نیم باز ویندوز کلاسیک بسازیم حالا ببینید چی شد شکل بیخی تغییر شد داخل ببینید داشت بیخی لکه ساده وند اگر دایی با ما باز کنیم فرق داره نداره اینجا این می چیز است رنگونم بدلول شی خدا مکمل ویندوز داده هیچ به کوم شکلی درته وخی برای کدام اپراتینگ سیستم ها هستن خواه شما میتال انتخاب کنین این به شکل میتال است خب شاید باز شود در لینکس شاید امون اپلیکیشنی که شما ساختین شاید در ویندوز ایکس پی باز شود شاید در مکینتاش باز شود خب دیفالت خوب است نیم باز انتخاب کنین درست است نیم باز انتخاب دلتان دیگه هر چیز که انتخاب میکنین باز میشه با شکل مختلف درست است بعد از او ایونت ها هستن ایونت بسیار مهمه ایونت به چی معنی ها what is event یا ایونت هندلینگ که میگه شنیدین ایونت هندلینگ یا ایونت به چی معنی ها یعنی وقتی که یک یوزر کلیک میکنه یک کاری که اجرا میکنه چی باید اجرا شود این خودش یک ایونت است یک واقعیت اولی کنه یسو پیخیدلو توایی چی باید شود ببینید چی ایونت های ما داریم زیاد ایونت ها رو ما داریم در اینجا سیستا ببینید اینجا اول بیان اینجا ایونت چی است ماوس است ماوس که کلیک شد انتر شد اگزیتد پرست ریلیزد چی شود درست است و آل خویی به خاطر بتن ها هستند که بالای بتن کلیک شود باید چی کار اجرا کنه برای ما اکشن پرفورم بتن چی کار اجرا کنه برایتان وقتی که ما بالای اینمی اکشن پرفورمد اجرا کردن اکشن کار میگه چی کار اجرا کنه کلیک کنن برازو در کجا میره خود دیزاین هستین شما میره در کد جاوا اینمی جا برایتان یک ایونت هم ساخته کجا ساخته ببین چی میگه private void j button to action performed میگه java.activity.event.action event evt یک ایونت ساخته شده یعنی وقتی که بالای بتن کلیک میشه چی کار اجرا کنه برای ما با طور مثال برش میگم اینمی کار اجرا کنه برای ما بین نمیجا ما برش میگم که system.out.println برای ما نشان بده یک پیام برای ما نشان بده welcome to main page دمو سال کتو ها دمو کتو چه سفر دا ایونت خو خپل جوړي یعنی یو میتود داره یک میتود ساخته شده که پرایویت است این شما د تغییرات آوردن نمیتونید یک نوع پارامترها را میگیرن معلوم هستن یک ایونت ساخته شده وقتی که بالای بتن کلیک میشه یک ایونت فایر میشه یعنی اکزیکیوت میشه پرفورم میشه چی کار اجرا کنه یعنی می کارا برای ما اجرا کنه یعنی به این معنی وقتی که بتن کلیک میشه خب میتود کال میشه دیگه وقتی کال شد پشت سر از یک میتود است و کال میشه کار اجرا میکنه بین نمیره ما رن کنیم باز ببینیم که چی میشه وقتی که بالا از کلیک شد چی کار اجرا کنه کلیک این همینجا در کنسول است دیگه سیستم است همینجا براتون یک پیام نشان داد اگر با شکل گرافیکی خواسته باشین براتون نشان بده باز چی کنیم آفرین با جای این همین چی را اضافه کنیم جو آپشن pen dot show message dialog این میشه صحیح است این اینجا ما میم و برش میگم این اینجا برای ما چی نشان بدم یک پیام برای ما نشان بدم امیرا نشته میکنم welcome to home page بطور مثال درست است پس بین امیرا رن میکنم رن این امیرا شد کلیک کنین به شکل گرافیکی برایتان آمد welcome to home page بازم برایتان میگم هدف اینمی کاری ما چیست که با گرافیک ما آشنا شویم اینجا بلد شویم باید که چی کار در کدام وقت استفاده میشه درست است اینمی یک ایونت برایتان ساخته خب خود ایونت ها زیاد ایونت ها هستن اینجا کلیک کنین برایتان میگه event action performed سیستا ancestor change کامپوننت خوب بسیار زیاد هستند لیکن همون کلیک که میشنه یعنی اکشن پرفورم در اینجا معلوم نیست خب کلیک شوه یک کار اجرا کنه خلاص خب در ماوس بیان خود ایونت های جدا را داره کلیک که شوه چی کار اجرا کنه
اکشن پرفارم باز عمومی است که چی کار اجرا کنه برای ما. درست است؟ ایونت اکشن پرفارم. اگر یه دیلیت میکنین اما ایونت هم چی میشه باز؟ ختم میشه. خب ایونت های درباره خب ایونت یک کلیک کردن بود که یک بتن کلیک شود خود ببینید اینمی یک ویندوز که باز میشه این ایونت نیست، یک ایونت نیست. خود اینمی که رن میشه خود اینمی خودش یک ایونت است. این وقتی که باز میشه برای ما نشان میده یک ایونت است. وقتی که باز شود برای ما یک کار اجرا کنه. این طور هم گفته میتونی شما. برای از هم یک ایونت ساخته میتونی. این که باز شود برای ما چی را نشان بده. یا خب بتن بود که کلیک میکردیم این وقتی که باز شد برای ما یک کار اجرا کنه. شاید بطور مثال یک مثال خوب براتون میتونم. وقتی که اینمی گرافیک باز شد، اینمی صفحه باز شد برای ما شاید از دیتابیس معلومات بگیره در تیبل نشان بده دیگه. خودش یک ایونت است. یا یک دو صفحه را میسازیم یک گرافیک دیگر بالا یک بتن کلیک میکنم ساین این یوزرنیم پسورد یک کسی نشته کرد کلیک شد صفحه بعدی به نام مین پیج باشه که باز شد اما ریکاردر را بگیره برای ما نشان بده. خودش یک ایونت است. صحیح؟ اینمی یا بیاین و برش میگم دیزاین. خود ایونت از کجاست؟ بالای کدام تکست فیلد یا بتن کلیک نمیکنیم، بالای خود اینمی ویندو کلیک میکنم برش میگم ایونت اینجا بیاین و باید زو در کجا بیاین اینم اینجا ویندوز است نه ویندوز اکتیویتد ویندوز اوپند چی میگم؟ خود ویندوز که اوپن شد یعنی بار از رن شدن که اوپن شد چی کار اجرا کنه باید یک ایونت ساخته شد. چی میگم؟ پرایوت وایت فارم ویندو اوپند یک ایونت ساخته شد. بین اینجا ما برش میگم اینمی که است میره ما دیلیت میکنم کامنت است میگه to do and you are handling code here. to do به معنی چی کار باید اجرا کنه. درست؟ باز برش میگم که j option pane dot show message اینه میسته. بین اینجا برش میگم که این اورلود بشه خب چندین نه هستنی. درست است؟ خب student records بین امیر رن میکنم. وقتی که رن شد چی میشه؟ ویندوز اوپن میشه که اوپن شد یک ایونت ما ساختیم اینجا اینه می. وقتی که باز شد اما ایونت چی کرده برای ما نشان داد. درست است؟ اینه می ایونت ها هستند. ایونت های بسیار زیاد هستند. خب باز ایونت ببینید میگه اینمی یک ایونت ساخته شده برای زو ویندوز اوپن اینمی است ویندوز اوپن closing closed activated خوب زیاد است لیکن ویندوز اوپن زیاد استفاده میشه. باز خوب ست لیاوت است. خوب فری دیزاین یا ابسولوت یا گرید یا نل لیاوت این به این معنی که شما اینجا باز مو دیزاین و چیزا را به درستگی کده نمیتونید به شکل دلتان هر چیزی که استفاده میکنید میتونید. خب این شیوه مختلف هستن وقتی که ما دیزاینی به وجود میاریم لیاوت از رو براتون تغییر میده. خب بیاین اگر ما در کمی پراپرتیز رو بیاین در پراپرتیز چی میگه برای ما؟ اول اینجا میگه برای ما که اینجا زیاد پراپرتی هستن. پایین میں فانت هستن بکگراوند هستن بکگراوند کلر هستن زیاد چیزا داریم ما اینجا زیاد ایونت ها رو داریم. خوب است که ما اینجا یک لیبل بگیرم. اینو یک لیبل میگیرم اولش میگم edit text نشته میکنم student registration form. ठीक है राइट क्लिक کنین بین properties باز شما تکست دارین tool tip تکست دارین foreground سیستا فونت دارین شما بکگراوند دارین بالای بکگراوند کلیک کنین کدام رنگ خوش دارین شما یعنی یک رنگ برش انتخاب میکنم. درست است موضوع اوکی این هم کلوز کنین. چرا نگرفت؟ نه
ما اوکی نکردیم چطور؟ رن فایل. نه چی اشتباه شده؟ لیبل یک دقیقه پین هم میبینیم درست؟ پین پراپرتیز بکگراند اینی میره برش انتخاب میکنم. آلی درست است. درست؟ آلی درست است. رنگ تغییر میتم. بیشتر ما خوب انتخاب نکرده بودیم صحیح. بادر ها رو برش میتیم نو بادر. بادر رو برش انتخاب کنیم. بیول طرف بالا طرف داخل این تو چیزا باشن درست؟ اینه میره انتخاب کنین. بازو زیاد است نگه خود دارم میتونیم دی کار کنین. ها اینمی فارگراوند با چی مانا؟ فارگراوند یک بکگراوند است یک فارگراوند است. بکگراوند پشت سر همون پین که از رنگ زود تغییر میده. فارگراوند خطا میگن بالو چیزی که نشته میشه او فارگراوند است درست؟ فارگراوند هم شما اضافه کده رنگ زود تغییر داده میتونین. خب زیاد چیز هستن دیگه در اینجا. فونت ها را کدام انتخاب میکنین. کرسر کدام نو باشه. الاینمنت وای ایکس چی نو باشه. زیاد چیز هستن اینجا که شما ببینین. هایت ویدت است. خب اینجا باش از طریق کد هم میتونین شما درست است. اینمی چیزها رو شما تغییر داده میتونین. خب یک چیز دیگه هم بود خواه وقتی که ما اینمی تکس فیلد اضافه میکنم. خب پاسورد فیلد هم از ها اینجا پاسورد فیلد بیشتر ما تکس فیلد گرفته بودیم اینمی اینجا. این تکس فیلد است و یک پاسورد فیلد هم است. پاسورد فیلد به این معنی که ما نشته میشه دو سیسته لیکن به شکل پاسورد برای ما نشان میده. میره مساوی کنیم به این شکل. آل بین امیره میبینیم. خب اینجا بین چی مشکل پیدا شده که برای ما نشان میده. این میره ما کمیت میگیریم درست. بین امی دیزاین the source نمیشه برای ما نشان درست. خوب برای ما ست میکنم باز فهمیده شد. خب اینمی بود چیزهایی که در دیزاین استفاده میشن. شما از اینجا استفاده کرده میتونین درست است. تا اینجا خب کدام مشکل ندارید. یه خب معرفی گرافیک بود درست. خب اینا ما زیاد هر کدامش جدا معرفی نکردیم که چی کارش تو استفاده میشه. وقت زمان خودش باز که ما کار شروع کردیم بخیر این استفاده میشن. باز تشویش نداشته باشین. اینجا ما براتون تشریح میکنم که چی است اصلا. باید چیزها را که است ما باز کار میکنیم. وقتی که بالای بتن کلیک شد چی کار را اجرا کنیم. و تا یک ایونت جور میکنیم درست. بالای کندیشن چیز میکنیم از طریق اف تا که شما باید به خوبی بفهمین اینمی چیزها را چطور کار میکنن. چک باکس ها را چطور یعنی به طور مثال اینمی تکس فیلد است و چطور قیمت از گرفته میشه درست است. اول یک بسیار کوچک کار اجرا میکنیم تا که کمی کلکولیشن اجرا کنیم محاسبه را کنیم چطور میشه. بعضی فانکشن ها هستن به خاطر کنورژن استفاده میشن او را براتون نشان میتونم. باز بخیر میریم به طرف کار خود ما و هدف ما ای است که تا گرافیک کدام تو کد یعنی به ایمانه تکس فیلد چطور ذخیره میشه معلومات چطور در ویریبل ذخیره میشه چطور این کنورت میشه اگر ما اینتیجر نشته کنیم. یاد داشته باشین اگر این شما اگر نشته کنین در تکس فیلد این اینجا این به شکل اینتیجر نمیگیره اورا عدد نمیگیره به شکل استرینگ میگیره. چطور ما تغییر بدیم در اینتیجر پس از اینتیجر به استرینگ چطور تغییر داده شود. نمی کارا را ما میکنیم تا که آینده که ما کار شروع کنیم کدام مشکل نداشته باشیم در اینجا درست است. اما تو از تکست باکس چطور قیمت گرفته میشه بالا یک کار چطور اجرا میشه که کلیک شوه انتخاب شوه این تمام چیزا هستن. خب هدف ما امروز چی بود که گرافیک کلاس ها چی هستن
پری دیفاین کلاس ها هستند. یعنی گرافیک ویندوز که میسازیم از طریق کلاس جی فریم ساخته میشه. ما از جی فریم مستقیم استفاده نمیکنیم، خود کلاس ما را میسازیم تا که کلاس خود ما اکستند کنه یا به حسب ببره کلاس جی فریم که داخل ای پی آی چی هستند؟ لایبرری جاوا د سوینگ هستند. یعنی سوینگ مجموعه کلاس های تمام گرافیکی است، کانتینر ها هستند، کنترل هستند. از این شما میتونید کلاس های مختلف استفاده کنید و متد های از را کار کنید. شما درست است؟ خب طریقه ما اینمو تو می باشه. باز در آینده که ما شروع کردیم اول یک این گرافیکا که کار کردیم یک مین پیج می سازیم. از اینجا اول لاگین میشیم، کسی که ایدی نداشته باشه ساین اپ شو، باید ایدی خود بسازه تا که به دیتابیس کانکت شویم. که پیش از کانکشن رو براتون معرفی میکنم جدی بی سی را. باز میریم طرف دیتابیس. شما که چرا که هیچ کس تان دیتابیس نخواندین شما، خب این مشکل است خواه که باید شما دیتابیس یک کمی خوب براتون نشان داده شود اینجا. چرا که جاوا است خواه کدام ادوانس جاوا نیست. ما که نمی براتون درس میتونم جاوا تو بارزو است که شما باید بخوانین. خوب است، بسیار ادوانس دو کار میشه باز، لیکن ما د جاوا 1 براتون کار میکنم تا که شما بلد شوین. در آینده اگر ادوانس پروگرامینگ کار میکنین یا پروژه را میسازین، بیسیک این اساسات جاوا انشالله شما خواندین. نمی چیزا که بلد شدین بغیر باز میتونین. لیکن خوب است که شما دیتابیس دیزاین و انالیسیس بخوانین یا خوانده باشین. باز میتونین یک اپلیکیشن انتخاب کنین، به طور مثال مای سیکوئل. خب ما خمیرون مستقیم به طرف مای سیکوئل، ما دیزاین این چیزا را نمیخوانیم، انالیسیس دیزاین. همینجا براتون تشریح میکنم که چی است، کیوری ها چطور ساخته میشه، دیتابیس کانکتیویتی را چطور به وجود میاریم، ریکاردر اینزرت. یعنی بعضی کرود آپریشن هم برش گفته میشه، کرود آپریشن CRUD، کرییت، رید، اپدیت، دیلیت. این چیزا هستند. این من باز براتون نشان میدم. درست؟ So I think it's enough for today. شما باید زمپ اینستال کنین. بعد از اون به نام زمپ یک مجموعه پروگرام ها هست که در زمپ PHP و مای سیکوئل. PHP را ما کار نداریم، نه اپاچی را کار داریم، صرف مای سیکوئل را کار داریم. در اونجا اینستال است. یا جدا میتونین مای سیکوئل ورک بنچ اینستال کنین. صحیح است؟ ERDBMS است. این دیتابیس اپلیکیشن از مای سیکوئل او را استفاده میکنیم تا که با این کانکت شویم. باز I think it's enough for today.